السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سخت در استودیو با شما جهانگیر صابرف. گذرانیدن قبول‌های سیار قسمان باشد هم در برطرف نمودن مشکل‌های مردم اهمیت مهم کسب می‌کند. قبول نوبتی حاکم ناحیه در جمع شهروندان محله حضرت علی به وقوع پیوست. حالا در همین خصوص بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد. خصوصا هر یک قرار و فرمان‌های قبول گردیده به منفعت خلق نگرانیده شد. در راه آبادی دیار و منفعت شهروندان کارهای نظررس به عمل ثمرناک تطبیق گردیدند. فعالیت سکتورها براه مانده شد. جهت اهمیتناکش در آن است که رهبر نزد خلق رفته و از معمایش پرسان شده ایستاده است. این هم نتیجه سیاست انسان‌پرورانه رهبر دولت میباشد. واقعا سیاست کنونی طلب آن را دارد که از اصلاحات، از فعالیت رهبر، خاصه از سیاست امروزه خلق باید راضی باشد. به همین خاطر در حدودها قبول‌های سیار گذرانیده می‌شوند که هدف از تشکیل و گذرانیدن آن آموختن و در جایش برطرف نمودن مشکل‌های شهروندان میباشد. در جمع شهروندان محله حضرت علی نیز از این چند پیش قبول سیار دایر گردید و در آن حاکم ناحیه فرخ اوسرف اشتراک کرده درد خلق را شنید. اکثریت مسئله‌ها در جایش برطرف کرده شدند و این قبول واقعا به منفعت مردم بود، گفت ضمن صحبت با ما رئیس محله مذکور سبحان علی نشانف. امروز در ازبکستان آشکار بیانی شفافی تامین گردیده است و مردم درد و مشکل‌هایش را آشکارا گفته می‌تواند. در قبول سیار نیز مردم آنچه مشکلی داشتند به حاکم گفتند به خاطر آنکه حل کرده شود. مورد اعتراف است که مردم محله حضرت علی تشبسکار و آبادگرند، طوری که حاکم ناحیه قید نمود روزهای آخر کارهای آبادسازی در این محله خیلی اوج گرفتند. احسن به مردم تشبسکارش که از یک گریبان سر برآورده بهر برطرف نمودن مشکل‌هایشان کوشش زیاد به خرج می‌دهند. به محله آب برآوردند، کوچه‌هایشان را اسفالت پوش کرده ایستادند. امروز نیز در اطراف رئیس محل متحد گشته به کارهای آبادسازی و بنیادکاری کمک رسانیدن به عائله‌های کم تامین، برطرف نمودن مشکل‌های همدیگر مشغولند. خلاصه در این محله قبول سیار تا در دوام کرد و اکثریت مراجعت‌ها در جایش برطرف کرده شد. پس از انجام قبول سیار حاکم ناحیه به خاندان‌ها رفته با اهالی واخورد و درد آنها را شنید و خوشبختانه یک چند مشکل‌های مردم در جایش برطرف کرده شد. در این خصوص در برنامه آینده به شما نقل می‌کنیم. بخش اخبار تلویزیونی سخت دوام دارد و همین را گفتن لازم است که طبیعت برای انسان انعام خداوند است و آن را پاک و آزاده نگاه داشتن وظیفه هر یک فرد خاکی می باشد. زیرا افلاس شوی طبیعت، افلاس شوی اتمسفر هوا این پیش از همه به سلامتی حضرت انسان ضرری جدی دارد. موضوع را در همین خصوص دوام می دهیم. خداوند عالم را آفرید و پس از آن آدم را و کوه و صحراها، دریا و بحرهای بیکنار را به اختیار حضرت انسان بداد که از آن استفاده برد و رزق خود را پیدا کند. از این خاطر محافظت نمودن طبیعت گرد و اطراف یکی از وظیفه‌های مهمترین فرزند آدم به شمار می رود. افلاس نمودن طبیعت باشد گناه است عظیم و موافق قانون به این طایفه جزا نیز مقرر است. محافظت نمودن گرد و اطراف، نظارت نمودن آن در زمین اسپیکسی اکولوژی و محیط اطراف بوده در ناحیه این کارگاه عمل می کند و از بس که ماه آگوست و سپتامبر ماهانه تازه حدود تازه اعلان شده است. این اسپیکسی مذکور از این چند پیش با همکاری اسپیکسی دولتی اتومبیل در ناحیه کارهای ترغیباتی انیخترش تدبیرهای ترغیباتی را گذرانیده ایستادند. برای تازه نگاه داشتن گرد و اطراف، افلاس نکردن اتمسفر هوا به اهالی، برانندگان واسطه های نقلیات فهمانیده ترغیب کرده ایستادند. خادمان اینسپکسیه های مذکور در تدبیرها شعارهای ترغیباتی به آینه نقلیات ها چسبانیده شده. با یاری خادمان حرکت بی خطر راه توسط دستگاه های مخصوص مقدار زهر دودی از ماشین ها به اتمسفر هوا برآمده ایستاده را سنجیده ایستادند و تا به امروز زیاده از 350 واسطه های نقلیات را از نظارت گذرانیدند. مقصد اساسی باشد تازه نگاه داشتن طبیعت، اتمسفر هوا که افلاس گردی آن پیش از همه به انسان اینچنین به طبیعت نیز ضرر کلان دارد. هدف دیگر از تشکیل چنین تدبیر و چاره‌بینی ها مستحکم نمودن سلامتی انسان می باشد، زیرا در وطن حقوق بنیادی ما انسان عزیز است و قدر او از هر چیز بالاست.
استقلالیت نعمت بی‌بهاست و خوشبختانه این نعمت بی‌بها مردم سعادتمند ازبکستان حقوق بنیاد را نصیب کرده است و به مناسبت 28مین سالگرد استقلالیت وطن محبوبمان در ناحیه سوخ در هر محله ها به نوبت تدبیرها یعنی تنتنه های عیدانه شده می‌گذرند که گزارش نوبتی ما از تنتنه های عیدانه. رسیدن به استقلال آرزوی دیرینه گذشتگان ما بوده. آنها عمر خود را بهر به دست آوردن این نعمت خداوندی بخشیدند. علیه چنگیزیان و قبیله های کوچی اطراف ماورالنهر و امپری روسا سخت مبارزه بردند. آنها نامی مقنع و تیمور ملیک، جلال الدین منگوبردی و دکچه ایشان بر این آزادی خواهان را تاریخ هرگز فراموش نمی کند و در دل و دیده مردم آسیای مرکزی آنها جاویدانه ماوا گرفتند. دیار سوخ نیز فرزندان آزادیخواه را داشت که یکی از آنها ملا میرباتور بوده. علیه نوکران خانه حقوقاً سخت مبارزه برده، هیچ تسلیم نشده است و نهایت با راه و مکر و حیله دستگیر کرده می شود. خلاصه مردم ما از ازل بهر آزادی کوشیدند، وطن خویش را آزاد و آباد دیدن می‌خواستند و خوشبختانه به این آرزو و آمال نیک رسیدند. ازبکستان صاحب اختیار شد. 28 سال است که خورشید تابان استقلالیت و سر مردم سرزمین سرسبز ما نورهای زرین خود را می‌پاشد. استقلال ما را به جهان و جهان را به ما شناساند. استقلال به ما آزاد فکر کردن و آزاد سخن کردن را آموخت. استقلال ما را به تاریخ کهنمان پیوست، عرف و عادت و قدریت‌های ملی‌مان را دوباره زنده کرد. پس چرا این روز نیک را همچون جشن ملی استقبال نگیریم؟ پس چرا در این روز خرسندی نکنیم؟ محض برای همین هر سال مردم آزاداندیش سوخ خلد مانند عید استقلال را تنتنه‌ناک استقبال می‌گیرند. از روی جدول ترتیب داده حاکمیت ناحیه در محله ها هر روز به نوبت تدبیر عید استقلال گذرانیده می شود. اهل محله های سری بازارچه، سوخ و چماخچه نیز به عید استقلال تیاری خوب دیده بودند. خصوصا اهل محله سری بازارچه عید را در زیارتگاه حضرت علی با یک جهان خرسندی پیشواز گرفتند. امروز من سراسر دولت ما یعنی ریسپوبلیک ازبکستان روزهای عیدی 28 سالگی مستقلی پیشواز میگیریم. از جمله در زیر شعار جان جان ازبکستان منگوب الامان در هر یک محله های رایون، شهر، ولایت همه روزهای وای گذشته است عید مستقلی. از جمله امروز در محله ما من در محله ما برای مستقلی گذراندن ما مزار حضرت علی در یکی از جایهای عزیز با خلق ما یوش جوانو من جمع آمدیم. از طرف حکومت من مسئولان آمدن. من امروز کیفیت خلق ویم اگر کیفیتشان نقض پیران من با خوش خرسندی همه روزهای عید ما جشن گرفتیم. برای مقصد اساسی گذراندن این در خلقمون یعنی معنویت و معرفت خلقمون برای برداشتن من استراحت کردن با کیفیت‌های خوب پیشواز گرفتن عید مستقلی یک توفه بزرگ گفتم من خودم فکر میکنم. اهل محله های سوخ و چماخچه نیز در روز عید استقلال با نمایش صحنه‌چه ها از حیات قهرمانان وطن با قرائت شعر و سرود و اجرای رقص جالب به دل اشتراکداران تدبیر یک عالم خرسندی هدیه نمودند. در شعر و سرود آنها وصف وطن، استقلال و کامیابی های آن ترنم یافته بود. خلاصه برآمد آنها در دل هر یک صاحب وطن حس محبت به وطن را از نو زیاد نموده وادار می‌ساخت که خود را در وطن نیو و وطن را در خود دوست دارند. در دیگر محله های ناحیه نیز عید استقلال دوام دارد. بارها گفتیم و باز میگوییم که یکی از مهمترین سمت‌های سیاست کنونی خدمت صفتناک رسانیدن به مردم و راضی نمودن خلق می باشد. از این خاطر در ناحیه‌های دوردست هم مرکز خدمت‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته ایستاده است که آن هم پر به منفعت مردم خدمت می‌کند. هدف از آن آسان نمودن مشکل خلق می باشد. در ناحیه سوخ نیز طوری که در برنامه گذشته به شما معلوم کرده بودیم بینای مرکز خدمت‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفت و ما از آن تنتنه لوحه مخصوص برای تلکانال ازبکستان 24 و منیورتم تهیه ساخته بودیم و حالا همان برنامه مخصوص را یعنی لوحه مخصوص را تقدیم شما میکنیم. توجه کنید. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalq uchun xizmat qiladi degan ezgu g'oya bugun amalda o'z ifodasini topmoqda. Zero davlat organlarining xalqqa sifatli xizmat ko'rsatishlari uchun bugun barcha shart-sharoitlar, keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Buning isbotini Olis So'x tumanida yaqindagina qurib, bugun foydalanishga topshirilgan davlat xizmatlari markazi binosi misolida ko'rishimiz mumkin.
Bugungi kunda davlatimiz tomonidan davlat xizmatlari markazlarining infratuzilmasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizning barcha hududlarida yangi, zamonaviy, har tomonlama qulayliklarga ega davlat xizmatlari markazlarining binolari foydalanishga topshirilayotgani yuqoridagi fikrimizning yorqin dalilidir. Mazkur islohotlarning davomi sifatida kuni kecha Farg'ona viloyatining eng chekka hududlaridan biri hisoblanmish Tog'li So'x tumani markazida eng zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan davlat xizmatlari markazi binosi o'z ish faoliyatini boshladi. Davlat sherikchilik asosida bunyod etilgan binoning ochilish marosimida So'x tuman hokimligi hamda Davlat xizmatlari agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi vakillari, tashkilotlar rahbarlari, nuroniy otaxonlar ishtirok etib, markazni aholiga xizmat ko'rsatishni boshlashi uchun tantanali ravishda ochib berdilar. Ilgari bitta hujjat olish uchun undan ortiq tashkilotlarga odamlar ovora bo'lardi. Tumanimiz juda uzoqda 30 kilometr bir tomonda, ikkinchi tomondan 120 kilometrga cho'zilgan. Shu joylarda ham odamlar kelib shu yerda ishi bitmasa bir kun shu yerda yotib, ertaga keyin hujjatlarni olib ketardi. Hozir mana shu davlat xizmatlari markazi ochilishi munosabati bilan odamlar bir kunda hamma ishlarini bitta joyda bajarib ketyapti. Bu albatta xalqning ham vaqtini tejayapmiz, ham xalqning roziligini olyapmiz. Xalq rozi bo'lsa, demak davlatimiz albatta ravnaq topadi. Vatanimiz mustaqilligining 28 yilligini nishonlash arafasida topshirilgan mazkur binoda bir vaqtning o'zida 30 nafar xodimlar bir kunda 400 dan ortiq murojaatchilarga xizmat ko'rsata oladilar. Bundan tashqari, markaz binosida bosh vazir qabulxonasi, investorlar xonasi, elektron navbat, bankomat, infokiosk va bolalar maydonchasi mavjud bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarga barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlarining turlari 140 dan oshdi va shuningdek aholi kelib bemalol foydalanib, barcha qulaylikka, zamonaviy qulaylikka ega bo'lgan va fuqarolar uchun qulay sharoit yaratilgan binolarda davlat idoralaridan xizmatdan foydalanmoqda. O'ylaymizki, shunday chinam davlat xizmatlari markazida faoliyat yuritgan markaz xodimlari bizni fuqarolarimiz a'lo darajada xizmatlarini bajaradi. Darhaqiqat mamlakatimizda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish tizimi izchillik bilan takomillashtirilayotgani, aholining hayot sifati, investitsiya iqlimi, ishchanlik muhitini yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish imkonini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Olis tumanlarda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida bu kabi zamonaviy, barcha qulayliklarga ega binolarning foydalanishga topshirilayotgani, tog'liklarning bugungi siyosatdan, amalga oshirilayotgan islohotlardan rozi bo'lib yashashlarida muhim omil bo'lib xizmat qilayotir. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun So'x tumanidan tayyorlandi. این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخ که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین رو شناس گشتید و در همین جا با بخش اخبار حسنی انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.